ادامه برنامه‌های رادیوی فرهنگ. با افتخار 100 سالگی نویسنده خلقی تاجیکستان ساتیم اولوغزاده. السلام علیکم شنونده های ارجمند. با توجه شما گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی ارمن استاد ساتیم اولوغزاده فردوسی در قرائت عبدالرشید خوجمقولوف. گفتاری 11. خوب فرزن دعوتی از کافی را قبول کردم و رفتنی هم شدم، اما خرج این راهی دور را چی می کنم؟ از کجا می یابم؟ و دلش می گفت فردوسی آیله را به کی مانده می روم؟ به هوشنگ؟ آیا این کاهلی خودخواه آیله را سرابانی کرده می توانسته باشد؟ از وی دلم پر نیست. نیسانی به این اندیشه شاعر پی برده گفت خرج سفرتان را قرض می کنید استاد. هرگاه پولداران دانند که شما با دعوت نایب امیر عراق به بغداد می روید، چقدر که قرض خواهید می دهند. درباره خانه و روزگارتان خاطر جمع باشید. متصدی این البته اول پسرتان، ثانیاً من خودم هستم. به ما اعتماد کنید. از بیش و کم از آب و هیزم خانواده اتان خبرداری خواهم کرد. باز عباس هست و همواره فکر و خیالش بران است که برایتان چه خدمتی کند که شما از وی راضی باشید. نگاه و بینی کشت و باغ و راغتان را هم غیر از هوشنگ به من و عباس حواله می کنید. اکنون بیایید این بازی را تمام کنیم. نیسانی شاهمات را پیش کشید. گشتن از شماست مرحمت. از این گفتگو یک چند ماه گذشت. در این مدت فردوسی درباره سفری بغداد فکر می کرد ولی به یک قرار آمده نمی توانست. ماه شوال در آمد که در وی سفری حاجیان به طواف کعبه آغاز می یافت. روزی فاطمه بانو که طرفداری رفتن شوهرش به بغداد بود و حتی با این اصرار می نمود، زیرا فکر می کرد که اگر حتی از این سفر نتیجه مطلوب حاصل نشود هم شماری سیر و سفر زنگ غم و اندوه را از دل شوهر می زداید. به حجره او یک همیانی پر آورده گفت اینک 300 دینار بگیر و خرج راه بکن. از کجا؟ حیران شد فردوسی. مرا ببخش، زیورها را فروختم، گفت فاطمه. معلوم شد که وی زیورهای ایام عروسیش را که 30 و چند سال باز در صندوق نگاه داشته و سپس به امید عروسی دخترش منیژه احتیاط کرده می آمد، به توسط خاله بچه شادابیش به یک زرگری توسی فروشانده این مبلغ را به دست آورده بوده است. ابوالقاسم خواست ناراضی شود، زنش را جنگ کند، اما نکرد. به جای این با یک دست زنش را آغوش کرده و سری او را به سینه خود نهاده گریست. یاد نداشت که از آن پیش کی گریسته بود. شاید باری آخرین 35 سال پیش به مرگ پدرش گریسته بود. در آخری ماه شوال، به فارسی دی ماه، وقتی انگور پزی، هنگامی که در تاکزاران خوشه های وزنین تلارنگ و نقررنگ انگور
از قبط برگهای سبزی تاک جلوه کرده در شعاعی آفتاب سنبل می درخشیدند و درختان سیب، شفتالو، بیهی از گرانی باری میوه شاخهایشان را به زمین خمانده بودند، ابوالقاسم یک نسخه کتابی روبردار شده اش را به خرجین انداخته با کاروانی حاجیان خراسانی به راه افتاد. او را فقط پیش خدمت جوانش عبدالله مشایعت می کرد. در بغداد در پایتخت جانشینان پیغمبر اسلام به قبول حضرت محمد ابن اسماعیل اسکافی لقب دیگرش موفق مشرف شدن آسان نبود. نایب شاهنشاه امیر بهاءالدوله خود را شاهنشاه ایران اعلان کرده بود. در سرای مخصوصی واقع در ساحل دجله استقامت می کرد. 2000 سرباز سواره و صدها ملازم و نوکرها در خدمتش بودند و در حقیقت امر حاکم بغداد او بود، زیرا حکمداران ایرانی منسوب به خاندان دیلمی بویهی در سال 945 عراق عرب را که بغداد در وی است ضبط کرده بودند. امیر بهاءالدوله همچون مسلمان رسما مولای خلیفه باشد هم اصلا خلیفه دست نشانده او بود. خلیفه پیر القادر بی سواد دیدی بهاءالدوله و نایب او اسکافی کاری کرده نمی توانست. فردوسی در باششگاه یکی از سوداگران خراسانی شناس منزل گرفته 9 روز انتظاری کشید تا آنکه نهایت نایب امر کرد او را به سرای بیارند. سرای کلانی با چندین عمارت‌های محتشم، میدان‌های فراخ و باغ و بوستان‌های دلکشایش شهرچه آباد و زیبایی را می‌ماند. شاعر را از زینه‌پایه‌های مرمرین و ایوان‌های بلندی آیینه‌بند گذرانده به بارگاه اسکافی بردند. آنجا باز ساعت در پشت در به قطار یک چند منصبدار و سپاهیان در انتظاری قبول نشستن لازم آمد. دری شمسداری منقش با کتیبه های نفیس خوشخط گاه گاه گشاده می شد و از درون آدمانی با سولت خوشلباس می برآمدند و شخصانی دیگری از جمله منتظران قبول می در آمدند. نوبت به فردوسی هم رسید. وی واردی بارگه شده مردی خردجثه‌ای سیاه جرده‌ای را دید که در تنش قبایی زربافتی آسمانی رنگ و بر سرش دستاری سفیدی جواهر نشان در پیشگاه نشسته بود. اسکافی موفق با وقار و تمکین به سلام شاعر علی گرفته بیایید مرحمت گفت و دستش را برای واخوردی دراز کرد. فردوسی آن را خم شده سبک فشرد و به رسم دعا 2 دست بروی کشید. چشم اسکافی یک لحظه با نگاه خیره تعجب آمیز بروی شاعر دوخته گردید. شاعر
باعثی چنین نگاه را نفهمید، ولی پسان به فراست دریافت که سبب دستی وزیر را نبوسیدنی اوست. این بزرگان عادت کردند که به حضورشان آمدگان دستی آنها را بیبوسند یا سجده کرده جبهه بر زمین بسایند. همین طور می کردند بعضی شاعران عرب که در طمع سیله و عطا به نایب مدیحه و قصیده ها می آوردند. از کافی به مداحان خود از سیله دادن کوتاهی نمی کرد. همین بود که در طوس و بعضی دیگر شهرهای خراسان که خبری عطابخشی نایب بهاءالدوله را شنیده بودند، نامی او را به شاعر پروری برآوردند. شاعر در رو بروی نایب دوزانو نشست. بارگاه عبارت از خانه کلانی درازرویه گچکاری بوده. تاقچه های منقش محراب شکل داشت. در سقف بلندش چلچراغ بلورین آویزان، فرشش با قارین های طلارنگی گلدار پوشیده بود. در تاقچه بر پایه آهنین مجمر گذاشته بودند که در وی بخور یا دیگر چیزی خوشبوی دود می کرد و هوای خانه را معطر می ساخت. در پهلوی دری درآمد بازی شکاری، یک پایش به زنجیرکی باریکی نقرگین بسته بر دارچه زرندود ایستاده بود و چشمانی خوردی گرده تیزبینش را از آدمی ناشناسی وارد شده نمی کند. گربه علای از تاقچه به زمین جهید و آمده به زانوی از کافی برآمد. نایب پشت وی را ماریده با میهمانش پرسپاس سر کرد. در انگشتش انگشترینی طلا با نگینی لعل می درخشید. مردی 50 ساله خرجثه منه کمریشش را بالا و چشمانش را نیم پوش کرده متکبرانه گپ می زد. چشمانش در زیر ابروانی قفسی کوتاهی او گاه نیلابی و گاه کبودرنگ می تافتند. وی پرسید آیا سفری شاعر از طوس تا بغداد دشوار نبود؟ به خیریت گذشت؟ البته آسان نبود، جواب داد فردوسی و افسود. این گونه سفرهای دور بی مشقت نمی شوند. از کافی گربه را رها کرده چین بر جبین آورد و منهش و چشمانش را پایین فراورد. عیان بود که جوابی شاعر به او خوش نیامد. شاعر می بایست با تملق چیزی دیگری می گفت. از قبیل این اشتیاق دیداری مبارک نایب دشواری راه را آسان کرد، یا خود کسی که به خدمت حضرت می شتابد مگر دشواری های سفر را حس می کند و غیره. شاعر اینک باری دوم به تعامل خلاف کرد. نایب به دلش می گفت که این دیهاتی آیا قصداً چنین می کرده باشد یا اصلاً از آداب مجلس بزرگان بیخبر است؟ شاعر البته از آن بیخبر نبود، ولی نفسی اصیل زاده عجمی و شاعری نامی بریا و تملق تن نمی داد. عقیده او بر آن بود که اولاً میزبان باید حرمت میهمانش را و آن هم میهمانی را که خودش دعوت کرده است بجا آورد. ابو ترابی مدرسی توسی از طواف کعبه برگشته ما را زیارت کرد. گفت از کافی ما از او درباره شما و کاری شاهنامه سؤال کردیم. گفت شاعر نظم شاهنامه را ختم کرد. آری حضرت، نظم شاهنامه پایان یافت. فردوسی نگران بود که از کافی او را تبریک خواهد کرد، ولی نایب بجای تبریک پرسید با چند ابیات ختم شد؟ 50,000 بیت. بدون میل جواب داد شاعر.
50,000 اظهاری حیرت کرد نایب. حماسه‌ای به این بزرگی؟ چند وقت نوشتید؟ 20 سال. احسنت. عظیم رنجی برده اید. آوردی؟ یک نسخه با من است در منزل. با ما فرستید. من میخواهم آن را ببینم. به چشم. ما خواستیم با شاعری شهیری خراسان دیدار بکنیم. با لحنی نرمتر و حتی نیم تبسم کرده گفت نایب. به حاجی مدرس گفتم که بد نبود اگر ابوالقاسم فردوسی باری به مهمانی ما می آمدند. ما از آمدن شما شادیم. بنده نیز از التفات حضرت و از دیداری مبارک سرفرازم. مؤدبانه جواب گرداند شاعر. نایب از بالای کرسیچه‌ای 6 قره‌ای کندکاری شده زنگولچه‌ای طلایی را گرفته زنگ زد. ملازم در آمد. ببین قنبر برگشته است یا نه؟ فرمود او. ملازم برآمده بعد یک دم با جوانی سیاه پوستی موزون قامتی وارد شد. نامه را بردی؟ جوابش را آوردی؟ پرسید از کافی از جوان. جواب ننوشتند. گفتند بعد نوشته ارسال می کنیم. گفت جوان. تو را فرموده بودم که بی جوابی نامه بر نگرد و تا نوشتنی جواب آنجا باش. عتاب کرد نایب و به ملازم فرمود حاجب را بگو. ملازم رفت. مردی غول کلاهی دوشاخه بر سر، در میانش کمربندی نقره کوب و خنجری دراز آویزان در آمده تعظیم کرد. او را بگیر و به ستون ببند و 25 دره بزن. سیاه را نشان داده امر کرد نایب. حاجب جوان را برد. فردوسی حیران شده در دلش می گفت این چیست؟ مگر سیاست حکمداریش را به من نشان دادن می خواهد؟ اگر جواب نامه را ننوشته این غلام را پس فرستاده باشند گناهی وی چیست؟ یک نوجوانی دختر مانند دستارچه از دیبای کبود رنگ بر سر و موزچه سرخ در پای قلیان آورد. از کافی قلیان را کشیده یک دو سلفید و به شاعر ناگهان چنین سؤالی داد. امروز وضع خراسان چگونه است؟ والی محمود پسری سبکتگین است؟ او چه کسی است؟ بنده او را ندیدم گفت فردوسی. میگویند که جوانی 24-25 ساله است. پدرش ترک، خودش ترک بودنی سبکتگین را داند هم باز پرسید از کافی. غلامی سامانیان؟ آری، در جوانی غلامی زرخرید بوده است. زرخریدی دیروزه، امروز امیر غزنی. عجب. پس غلامزاده محمودی جوان چطور سپه سالار خراسان شد و حتی به لقب سیف الدوله سرفراز گردید؟ میگویند که او در جنگ ضد ابو علی سیمجوری و فایق از خود مردانگی و هنرها نمایان ساخته است. در وقتی هجومی بغراخانی قراخانی به دولت سامانیان، ابو علی در نیشاپور و فایق در بلخ به نوح سامانی خیانت و با بغراخان مکاتبت کرده بودند. نوح از سبکتگین مدد خواسته است. سبکتگین با پسرش محمود به خراسان لشکری گرانی آورده سیمجوری و فایق را شکست داد. به پاداش این غلبه‌شان نوح محمود را به جای سیمجوری سپه سالار خراسان تعیین کرد و لقب سیف الدوله اش داد. به سبکتگین هم لقب ناصرالدین و دوله داد. ما را از نوح عجب می آید که از خیانتی سپه سالارانی ترک خود سیمجوری و فایق یا از آن پیشتر از خیانت الپتگین سبق نگرفته
باز این ترک و ترکزاده دیگر را سرافرازی داده است. خندیده گفت اسکافی: گمان می کند که اینها به وی صادق خواهند بود. هاشا، خواهید دید این پروردگان سامانیان هم عاقبت بلای جانشان خواهند شد. اگر به دولت سامانیان زوال رسد، از همین پروردگان ترکشان می رسد. از ترکان سپاه آراستن، در خانه پلنگ پروریدن است که عاقبت صاحب خود را هم می درد. در تاریخ خلیفه های بغداد که همچنین عادتی از ترکان سپاهی زرخرید آراستن دارند، ما این حال را بسیار دیده ایم و اکنون اینک در دولت سامانیان می بینیم. ملازم در آمده گفت که فلانی و فلانی ها منتظری قبولند. حضرت چی می فرموده باشند؟ بگو فردا بیایند، فرمود وزیر. ملازم برآمد. دری بارگاه باری دیگر به تندی گشاده شده، سری جوانی خوشصورتی با رنگی پریده و چشمانی شهلای قهرآلود نمودار گشت و باز در را پوشیدنی شد. اسکافی به وی وارد شو گفته به در آمدنش وادار کرد. جوانی به نظر 20-22 ساله، افزایش یک قدر بیجا می نمود. با مهمان سلام بکن، فرمود وزیر. جوان با قدمی آهسته و سری خم پیش آمده با فردوسی دو دسته کاهلانه واخوردی کرد. مهمان شاعری مشهور ابوالقاسمی فردوسی اند، شنیدی؟ جوان دست به سینه نهاده سوی فردوسی نیم تعظیمی کرد. پسرم، گفته اسکافی جوان را به شاعر شناساند. نامش مسعود. چندی است که به جهت یک واقعه دلازرده و قهری است. مسعود مگر از جمله آخرین پدرش ناراضی بود که به وی یک نظری علا افکند. ایستاد و حرفی نزد و برگشته از بارگاه بیرون شد. اسکافی باز زنگ زد و ملازمی حاضر شده فرمود: میهمان را در میهمان سرا جای بده. فردوسی این فرمایش را علامتی به پایان رسیدنی قبول دانسته از جا برخاست. شما استراحت بکنید، گفت نایب به او. پس از 2-3 روز باز ملاقات خواهد شد. بینای کلانی 2 آشیانه مهمان سرا در درون باغ بود و 30 حجره داشت. قطاری حجره ها که فردوسی با عبدالله در یکی از آنها جایگیر شدند، در و تریزه و ایوانهاشان به طرف دجله بوده. مهمانان می توانستند جریانی پرموج آبی گلالود را نظاره کنند. پگاهی روزی دیگر ملازمی درگاه آمده به شاعر از نام نایب 300 دینار سپرد. فردوسی به واسطه خدمتگاران درگاه 1 نفر بازرگانی توسی را که ترددی به وطن بازگشتن داشت از کاروانسراها درک کرده یافته، با گرفتن کفالتنامه از وی نصف عطای نایب را با او به باش برای عائله‌اش داده فرستاد. خدمتگاری درگاه روزی 30 بار برای مهمان از آشخانه نایب خوراک می آورد. هر پگاه بعد از ناشتا فردوسی با عبدالله و با مشایعت یکی از ملازمان نایب و تماشای شهر می برآمدند. ماه ذوالقعده به فارسی بهمن ماه سپتامبر در آمده، گرمی آفتاب، گرمی که بغدادی ها از وی
در دهه یکم شوال اوگوست میخی آهنینی درها را آب می کند، در دهه دوم انگور را شیره می بنداند و در دهه سیوم دری زمستان را می کشاید گفته مثل می زدند کاسته بود. شهریان که در شوال همه از گرمی طاقت فرسا گریخته همه روزه در تهخانه ها پنهان می شدند و شهرشان به شهری مرده مانند می گردید، اکنون کوچه ها، میدان ها، رسته ها را پر کرده به تشویش و تردد افتاده بودند. در هر سو ازدحام مردمانی سفید پوست، سیاه پوست و زردی قهوه رنگ، عورتهایی به چادری سیاه پیچیده در جنب و جوش. شهری بزرگ را دجله دو قسمت کرده بود. هر دو قسمت را پولی کلان و فراخ به هم می پیوست که در واقع تماشایی بود. در هر دو ساحل کوشک‌های زیبا و کاخ‌های محتشمی نظرربا افتاده بودند. در رودخانه کشتی‌ها شناور بوده، از حلقه مردان و زنانی در آن کشتی‌ها به سیر آبی برآمده، غلاغله چقچق، قهقهه خرمانه و جا جا آواز سرود و نغمه بلند می شد. در فضای رود سیله ماهی خورک‌های خاکستری رنگ پرواز داشتند. گنبدها، مناره‌های کاشنکاری مسجد و مدرسه‌های بسیار در آفتاب می درخشیدند. تماشای تاق و رواق‌های گچکاری به طوری کتیبه ها پیچیده قصرها برای تماشاگر ذوقی داشت. اما در کنارتری این حشمت و شکوه شهر، محله های بیکرانه افلاس و بدبوی با زیچ خانه های پستکی گیلین و پاخسگین، با کوی و کوچه های تنگ و تار و پیچ در پیچ بیشمار شروع می شدند. این جاها با ششگاه و کارگاهی کاسبان و هنرمندان، بیوه و بیچارگان، حمالان، گدایان، شبگردان، دزدان، فالبینان، شعبده‌باز و مارباز و میمونبازان، دوکاندارانی میده، ریزوار فروشان و دیگر هر رنگ مردمی بی سر و سامان بودند. گاه گاه دسته های سپاهیانی سواره و پیاده دچار می آمدند. عربی مشایعت کننده آنچه را که فردوسی خود می دانست به او می گفت، یعنی که شهر بغداد را در سال 140 هجری خلیفه دوم عباسی ابو جعفر منصور بنا کرده است. خلیفه در سراسر مملکتش گشته برای بنیاد پایتخت نو جای مناسب می جست. جایی را می جست که در ساحل رودی کشتیگرد واقع و از ورجه بری باشد. نهایت دهه بغداد را که در جای شهری حاضره بود انتخاب کرده که بعداً نامی پایتخت دولت معظمی خلیفه ها گردید. 100,000 خشتریز و چوب تراش و گلکار و معمار شهر نو را در 4 سال ساخته تمام کردند. در گرداگردی شهر از خشت خام 2 رده باره دیواری بلند برآوردند. شما گفتار 11 را از روی رمن استاد ساتیم اولوغزاده فردوسی در قرائت عبدالرشید خوجمقلوف شنیدید. کارگردان شیرعلی نفضلی. انجام گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی.